پیش سر کردن ویدیو کانال خواهر اسلامیمان که با نام آریانا تیجکی یعنی کانال پخت و پز را من برای شما توصیه می‌کنم. کانال نو بی‌حد دستپخت‌های عجایب زیبا، خوش صفت و خوشمزه دارند. حتما در آمده آبونه شوید، یارو دوستای دعوت کنید. با دستگیری ما این خواهرمان پیش میرن. بی‌حد کانالشان برای من هم پسند آمد. یعنی همین سلکه کانال پایانی می ویدیوهای حاضر به امروزه به یعنی ذکر پیت میکنم. در آمده حتما آبونه شوید. یعنی دستگیری یک دیگر که ما پیش میریم انشالله دستگیری شما پیشروی ما زنهای تاجیک می باشد. خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه نمود سلطه عجایبات تیار میکنیم برای افطار. مسئولیت لازمه برای ما چی ها لازم؟ من گوشت گرفتم، البته گوشت آبند پختم باز کمتر رفت کننده یک بار میزربانم. من پیاز گرفتم، پیازی کبوتک و اوکراپ، بلگری سرخ، یک دانه باقلاجان، دو دانه پمیدور، یک دانه بادرینگ لازم است. این مسئولیت برای تیار کردنی سلطه ما لازم است. در اول باقلاجان شتخش رو ریزه میکنیم در چشک. بسم الله الرحمن الرحیم. دوباره کار ما با فیض و برکه و آبروتیه نقش رو در چشک ریزه میکنیم. این طور شود برای زیر باندن به حد نقص. به حد باقلاجان که یعنی سلط بالازد میشه. همه ما میدونیم که باقلاجان خیلی یعنی روغن به زیر بانیم. باقلاجان به یک قاشقچه نمک زده خوش رو یعنی آمیخته کرده میمانیم کمتر ملایم شود. بعد میزربانیم. شروع نمک خورد آبش جدا میشد بعد ملایم میشد. اکنون بلگره ریزه میکنیم. بلگرم باید ما درازکچه شکل ریزه کنیم. ما اینم یک بار میزربانیم. بلگرم درازکچه شکل یعنی ریزه کردیم. ما ریزه میکنیم بادرینگ یعنی بادرینگ ما میخواد درازکچه شکل ریزه کنیم. من عیان ترش کنیم. بادرینگ من میتونم من درازکچه شکل خوش رو من ریزه میکنیم. بادرینگ نمیتونم درازکچه شکل ریزه کنیم. ما کو پمیدور رو میده میکنیم یعنی ما پمیدور رو میده میکنیم. ما پمیدور باید یعنی دانکش گیریم. برای چی آبی خیلی آبش براد سلطه مایا بیزیب نمیکنیم. من دو دانه پمیدور یعنی تخمش گرفتم آبش دانکشه با اینا کو درازکچه شکل من ریزه میکنیم. نگاه کنید چقدر شروع ریزه میکنیم. پمیدورامه منطقه ریزه کردیم. ما کو اینا همراه میکنیم بالی یعنی بادرینگ پیاز و اوکراپ میده میکنیم. ما نه اونقدر کلان منه 1 سانتیمتر یعنی 1 سانتیمتر من ریزه میکنم. من گوشتم منطقه درازکچه شکل برای چی ما پاس کردم اول خیلی برای ملایم خوش رو آمدنش خیلی جارید کنیم یعنی پزیمه میشه دو روغن با من اول با آب پختم که با برای فرزندان ملایمک نغز گفتم. میتونید هم تو یعنی زگتافکا کرده مونده یعنی همون پریپراوایو نمکو کرده مونده بعد روغن با پزیدن میشه. ما از با یک بار روغن با خیلی بسیار نه یک دو گوشتم میتونید درازکچه شکل ریزه کنیم. ما کوی نه میزربانیم روغن مونده. من 2 قاشق روغن با میگیریم گوشتم بسم الله الرحمن الرحیم. من نگاه کنید تا کمتر یعنی سرخک شدنش ما میزربانیم. گوشت ما تیار کرد. ما گوشت برداشتیم می روغنش به میزربانیم بلگرامویا. ما 2 دقیقه بلگرامویا من میتونم میزربانیم. بلگرام زرباندیم و کوی نه میبرداریم. باقلاجان یعنی من آبشه برو آوردم. من آبش جدا شد. من نمک زنیم آبش جدا نمیشه. من اینه یعنی همشه هیچانده یعنی من زربانسیم. ما اینه 10 دقیقه زربانیم که خوش روه یعنی پزد باقلاجانی ما. باقلاجانی ما ملکه سرخ شد. ما کنیم برداریم بالی سلطه مو با. من سلطه ما تیار. ما کنیم نمک میپاشیم.
نه کمتر نمک میپاشیم. من یکان خیلی پریپراو نمیکنم اصلا که همه یعنی محصولات ما سویجی. شخ شروع میختم کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نگاه کنید چه سلاطی جایی بود اومد برای افطار به حد اشتیاق آور. میتونید ماینیز همراه کنید. من یکی ماینیز همراه نمیکنم. میتونید با یک دانه پیازم یعنی زیربانده همراه کنید میشه. سلاطی ما هم تیار شد. نگاه کنید چقدر عجایب بود اشتیاق آور. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید برای افطار. کانال ما دستگیری کنید، پادپیساتی کنید، یارو دوستای دعوت. انشالله باز با دستگیری شما ویدیوهای بهتر و بهتر میشه دوستان. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.